بعد از اینکه درصد پر شدش و کامل شدش، چنین پنجره برای ما باز خواهد شد که با زدن نکست و فینیش کار ما تموم میشه. از مسیر پیش‌فرض تو درایو C پروگرام فایل رو باز میکنیم، مطلب، و تو این قسمت ما میایم و این رو اینجا پیست میکنیم. تا اینجا کار ما به اتمام میرسه. سپس فایل اصلی مطلب رو از این مسیر که رفتیم فراخوانی میکنیم و بازش میکنیم که اجرا بشه برامون و کمی منتظر میمونیم تا باز بشه. وقتی که باز شدش ادامه فرآیند نصب رو انجام بدیم. همینطور که مشاهده میکنین چنین چیزی پنجره‌ای برای ما باز میشه بعد از اینکه از این مسیر رفتیم و فایل اصلی رو اجرا کردیم. در صفحه‌ای که باز شده این گزینه رو انتخاب میکنیم. همینطور که مشاهده میکنیم در پنجره باز شده این گزینه رو انتخاب میکنیم، اکتیو، و نکست رو میزنیم. اینجا روز رو میزنیم. فایلی که اینجا کپی کردیم رو انتخاب میکنیم و نکست رو میزنیم. با موفقیت تموم میشه نصب نرم افزار مطلب. نکته که باید بیان کنم براتون، موقع اجرای فایل مطلب، برنامه مطلب، باید این فایل رو این برنامه رو تو فایلش انتخاب کنید و اجرا کنید. یعنی به اون مسیری که نصب کردیم وارد میشیم و چنین من اینو بفرستم دسکتاپ، این رو اجرا میکنیم و کمی منتظر میمونیم و این باز میشه. امیدوارم لذت برده باشین از این ویدیو آموزشی. به ویدیو آموزشی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.